حتما میدونید که انگیزه‌نامه یکی از مهمترین مدارکیه که شما وقتی برای ویزای تحصیلی اپلای میکنید باید داخل پروندهتون باشه. حالا توی این ویدیو من میخوام به شما بگم که انگیزه‌نامه‌تون رو چطوری بنویسید که یک انگیزه‌نامه قوی باشه، یه انگیزه‌نامه‌ای باشه که آفیسر و کسی که داره پرونده شما رو بررسی میکنه مجاب بکنه که شما ویزا بده. حالا تجربه‌ای که من دارم برای انگیزه‌نامه نوشتن برای ویزای تحصیلی آلمان هستش، اما به صورت کلی نکته‌هایی که میگم میتونه به شما توی نوشتن انگیزه‌نامه کمک بکنه. فرقی هم نداره برای کدوم کشور دارید اقدام می‌کنید. یک سری فاکتورهایی مهمه موقع انگیزه‌نامه نوشتن که شما برای هر جایی بخواید اپلای کنید باید حواستون به اون فاکتورها باشه. اول یه توضیح کلی بدم که انگیزه‌نامه که شما برای ویزای تحصیلی آلمان باید داخل مدارکتون باشه چه شکلی هستش. اینجوریه که یک فایلی وجود داره که شما اون فایل رو باید با توجه به اطلاعات خودتون پر بکنید و اولش یک سری سوال داره که مثلا رشته‌ای که میخواید بخونید چی هستش، هزینه زندگیتون رو میخواید توی اون مدت از کجا بیارید، شروع ترمتون، که از سوال‌های این شکلی هستش که جواب مشخصی دارن و شما اصلا نیازی ندارید که حالا بخواید فکر کنید که چی جواب بدید چون مشخص جوابشون. اما قسمتی که خیلی مهمه و انتهای انگیزه‌نامه هستش اون قسمتیه که 5 تا سوال وجود داره که شما باید برای هر کدوم یک جوابهای نسبتا طولانی بدید، یعنی در حد یک پاراگراف حداقل باید باشه جواباتون. من میخوام راجع به اون سوالا حرف بزنم که این سوالهایی که دارم الان راجع بهشون حرف میزنم توی انگیزه‌نامه، فایل انگیزه‌نامه‌ای که برای آلمان هستش مشخص شده. اما برای کشورهای دیگه شاید حالا فایل خاصی وجود نداشته باشه و شما بعد خودتون شروع کنید از اول تا انتها پشت سر هم توضیح بدید و انگیزتون رو برای تحصیل توی اون کشور بگید که ممکنه این سوال‌ها و جواب‌هایی که الان میخوام راجع بهشون حرف بزنم توی انگیزه‌نامه نوشتن شما برای کشورهای دیگه هم بهتون کمک بکنه. چون به صورت کلی راجع به اینکه چرا میخواید اون رو درس بخونید و راجع به رشته و چیزهای مختلف این شکلی هستش که خب وقتی که شما میخواید برای تحصیل وارد یک کشور دیگه بشید تقریبا میشه گفت توی انگیزه‌نامه باید راجع به همین چیزا حرف زد نه چیز دیگه ای. اولین سوالی که وجود داره اینه که چرا میخوای آلمان درس بخونید، که خب شما جوابتون رو باید دقیقا مثل رایتینگ آکادمیک اگه حالا امتحان آیلتس داده باشید باید اون شکلی بنویسید، یعنی جمله اولتون جمله پایانتون طبق اصول خاصی باشه، علائم نگارشی و چیزا این شکلی رو رعایت کرده باشید که این بخش نوشتنش و زبانش و اینجور چیزا هستش. بخش اینکه چطوری جواب بدیم و چی جواب بدیم رو هم الان من میخوام بهتون بگم. اول از همه اینه که شما خودتون ببینید واقعا چرا آلمان رو انتخاب کردید. میتونه دلایل خیلی متفاوتی وجود داشته باشه که شما میتونید چند تاش رو توی این جواب توی این پاراگراف ذکر کنید. فکر میکنم 3 تا یا 4 تا نهایت کافی باشه و شما نمیتونید اصلا بیشتر از اون هم داخل یک پاراگراف جا بدید. حالا دلایلی که میتونه یک کشور رو مناسب بکنه برای تحصیل چه چیزایی میتونه باشه؟ میتونه این باشه که دانشگاه‌های خیلی خوبی توی اون کشور وجود دارن، یا در مورد آلمان میتونیم بگیم که خب چون توی اتحادیه اروپا هستش فرصت‌های بیشتری رو آدم میتونه داشته باشه در آینده یا در طول تحصیل. میتونید راجع به سطح علمی دانشگاه‌های مختلف بگید که مثلا حالا چه دانشگاه‌هایی وجود دارن که از نظر شما این کشور رو مناسب میکنه برای تحصیل. این بخشش میشه مربوط به اینکه چرا این کشور و دانشگاه‌هایی که توی این کشور هستن برای شما مناسبن. بخش دومش که چرا آلمان رو انتخاب کردید میتونه مربوط به این باشه که حالا میتونید حتی نزدیکی به ایران رو عنوان کنید، یا اینکه هزینه تحصیل رایگان و یا میتونه کم باشه نسبت به کشورهای دیگه توی آلمان. و حتی مثلا در مورد هزینه‌های زندگی میتونید حرف بزنید که به نظرتون حالا هزینه‌های زندگی قابل قبوله و حتی شما میتونید اینجا عدد دقیق هم بنویسید که مثلا بگید با توجه به تحقیقاتی که کردم یک دانشجو میانگین هزینه زندگیش میتونه این مقدار باشه، که این شکلی اون کسی که داره پرونده شما رو بررسی میکنه متوجه میشه که شما واقعا اطلاعات دارید و تحقیق کردید راجع به جایی که میخواید برید درس بخونید. یه چیزی که خیلی مهمه و یه اشتباهیه که بعضی بچه‌ها انجام میدن اینه که میان از بدیهای کشور خودشون توی این قسمت میگن و یه جورایی سعی میکنن با بد نشون دادن کشور خودشون میگن که من به این دلیل که مثلا سیستم آموزشی تو ایران این شکلیه میخوام بیام آلمان درس بخونم.
شما میتونید همین رو بگید ولی به یه روش دیگه، یعنی به جای اینکه بدیهای کشور خودتون رو بگید، خوبی‌های کشوری که میخواید برید اونجا درس بخونید رو بگید. یعنی به جای اینکه مثلا بگید سیستم آموزشی توی ایران قدیمیه و یا کلا متدهایی که استفاده میشه یا سطح دانشگاه‌ها خیلی پایینه، میتونید بگید سطح دانشگاه‌های آلمان چقدر خوبه و اینکه مثلا تو زمینه کاری و تحصیلی شما خیلی آپدیت و بروز هستن دانشگاه‌ها. مورد بعدی که توی انگیزه‌نامه باید بهش اشاره کنید اینه که چرا این رشته و چرا این رشته برای شما مناسبه و تا الان چه کارهایی مرتبط با این رشته انجام دادی که الان میخوای باز ادامه بدی. خب توی این قسمت شما باید اطلاعات بدید، یک سری اطلاعات ابتدایی بدید راجع به رشته‌تون و نشون بدید که راجع به اون رشته اطلاعات کامل دارید که با آگاهی یعنی این رشته رو انتخاب کردید و میخواید درس بخونید و باید بتونید این رشته‌ای که قرار در آینده بخونید رو یک جورایی لینک بدید، مرتبطش کنید به رشته‌ای که خوندید و یا به کاری که کردید. واسه همینه که وقتی که میگن که شما دارید تغییر رشته میدید، یعنی لیسانستون یک چیز بوده و میخواید برای ارشد یک چیز دیگه بخونید، شما باید بتونید خوب اینا رو با هم دیگه مربوط کنید، حالا یا با سابقه کاره یا با کار تحقیقاتی که انجام دادید. واسه همین انگیزه‌نامه قوی اینجا خیلی مهمه. واسه همینه که میگن اگه شما میخواید تغییر رشته بدید میتونید این کار رو بکنید، اما برای اینکه ریجکت نشید باید یک انگیزه‌نامه خیلی قوی داشته باشید که مهمترین قسمتش همینجاست که شما باید بتونید طرف رو مجاب کنید که چرا میخواید تغییر رشته بدید، به چه دلیلی دارید این رشته رو دارید وارد یه رشته جدید میشید. باید یک دلیل قانع کننده بیارید براش. و راجع به اینکه چرا این رشته برای شما خوبه، شما میتونید از کارهایی که کردید بگید. اگر تحقیق و مطالعه داشتید در زمینه رشته جدیدی که میخواید بخونید حرف بزنید، نمیدونم راجع به مقاله های بروزی که خوندید حرف بزنید. باید سعی کنید نشون بدید که شما اطلاعاتتون راجع به این رشته آپدیت هستش و حتی میتونید از یک سری کلمه های تخصصی هم استفاده کنید، یه توضیح مختصری هم بدید راجع به رشته و حالا آینده‌ای که داره تا طرف مطمئن بشه که شما واقعا با علاقه دارید وارد این رشته میشید. اصلا خود من رشته کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی بوده، سابقه کاری که داشتم تدریس زبان انگلیسی بوده و رشته که الان دارم میخونم زبان شناسی هستش. این رنج تا بخوایم از بیرون نگاه کنیم به هم دیگه ربطی ندارن، اما من سعی کردم از پس زمینه های هر کدوم یه چیزایی در بیارم که اینا رو یه جوری به هم دیگه مرتبط کنم و شاخه های مختلف زبان شناسی رو بررسی کردم و دیدم که حالا چطوری میتونم یکی از این گرایش ها رو مربوط کنم به سابقه کاری که داشتم و یه جورایی اینا رو توی انگیزه‌نامه‌ام به هم دیگه ربط دادم و گفتم که میخوام مثلا توی دوره ارشدم فلان گرایش رو انتخاب کنم که مرتبط میشه به فلان قسمت از تدریس زبان انگلیسی که کاملا به هم دیگه مرتبط میشدن. ولی حالا مثلا شاید ممکنه مثلا نخوام اون گرایش رو انتخاب کنم، اما چیزی که مهمه اینه که من تونستم اینا رو به هم دیگه ربطشون بدم. سوال بعدی اینه که چرا این دانشگاه؟ که خب باز برای این سوال هم شما میتونید کلی جوابهای متفاوتی داشته باشید. مهمتر از همه اینه که شما بدونید اطلاعات کافی داشته باشید راجع به دانشگاهی که دارید میرید درس بخونید. یعنی میرید تو سایت دانشگاه، راجع به دانشگاه اطلاعات کافی رو به دست میارید یا حتی تو سایت های دیگه راجع به دانشگاهتون میخونید و میایید توضیح میدید که چرا این دانشگاه رو انتخاب کردید. اول از همه به صورت کلی میگید که مثلا نکته‌های مثبت دانشگاهتون رو میگید، رنک دانشگاه اگه خوب باشه میتونید بهش اشاره کنید، اینکه حالا اگه دانشگاه توی اون شهریه که برای شما یه نکته مثبت هستش میتونید راجع به لوکیشن دانشگاهتون حرف بزنید. اگر دانشگاه مثلا توی اون زمینه‌ای که شما قراره اون درس بخونید معروف هستش و تحقیقات زیادی در اون مورد انجام داده، میتونید به این نکته اشاره کنید و بعد شما میتونید برید بگردید توی لیست اساتید کسایی رو پیدا کنید که زمینه کاری اون اساتید با شما یکی باشه یا حداقل نزدیک باشه و بعد اشاره کنید به این که مثلا این استاد که زمینه کاریش این هستش مرتبط با زمینه کاری من هست، مرتبط با علایق من هست، من میتونم از تجربه های این شخص استفاده کنم یا نمیدونم دلیل دیگه که میتونید بیارید که مثلا استادهای خیلی خوبی اینجا هستن، کارهای تحقیقاتی که اینجا انجام شده و یا قراره در آینده انجام بشه
مناسب من و زمینه کاری من هستش. همه اینا میتونه دلایل خیلی مناسبی باشه برای اینکه شما یه دانشگاه رو انتخاب بکنید. سوال بعدی که خیلی چالش برانگیزه و معمولا بچه‌ها همیشه از همدیگه میپرسن که برای این قسمت چی بنویسید اینه که بعد از تحصیل میخوای چی کار بکنی؟ بچه‌ها میپرسن که بنویسیم برمیگردیم کشور خودمون یا اینکه میمونیم اونجا. خب نمیشه گفت برای این سوال یک جواب مشخصی وجود داره و شما باید بگید که من برمیگردم یا نه من میمونم. اصلا اینطوری نیستش. شما باید با هوشمندی تمام به این سوال جواب بدید. شما باید خودتون تصمیم بگیرید که تو این قسمت چی بنویسید و نمیتونیم بگیم که اگه بنویسید برمیگردم به شما ویزا میدن حتما یا اگه بگید میمونم به شما ویزا میدن. خیلی متفاوته و نمیشه زیاد گفتش که اگر کسی ریجکت شده میتونه دلیلش جواب اشتباه به این سوال باشه، چون جواب اشتباهی وجود نداره. برای همین من الان میخوام جوابی که خودم به این سوال دادم رو بهتون بگم. من ننوشتم که میخوام بمونم یا برگردم، یعنی جواب مشخصی ندادم به این سوال. البته نمیشه گفت جواب مشخصی ندادم، به یک سمتی بیشتر متمایل بود جوابی که دادم اینکه قراره بمونم. اینطور جواب دادم که بستگی به شرایط داره. من علاقه دارم که تحصیلاتم رو ادامه بدم اینجا، اصلا علاقه به ادامه تحصیل ندارم و اینکه خب گفتم که ممکنه درسم رو ادامه بدم و یا اینکه کار پیدا کنم توی خود آلمان یا کشورهای دیگه‌ای که توی اتحادیه اروپا هستن. بستگی به شرایط مختلف داره. یه سری توضیح این شکلی دادم که بدونن که حالا و اینکه توضیح دادم که مثلا اگر بمونم قرار تحصیلاتم رو تو چه زمینه‌ای ادامه بدم یا اگه قراره بمونم و کار کنم قراره تو چه زمینه‌ای کار بکنم. این شکلی توضیح دادم ولی کامل و دقیق نگفتم که قراره بمونم. و اکثر بچه‌ها هم این مدلی هستن که می‌نویسن که ما قراره بمونیم، چون عقیده‌ای که دارن اینه که خب شما دارین میای آلمان، اکثر دانشگاه‌ها تحصیل توشون رایگانه و خب آلمان وقتی که داره به شما این خدمات رو ارائه میده و نیروی کار کم داره، خب مسلماً دوست داره که شما اینجا بمونید. اما خب نمیشه بگیم که شما بنویسید که من میمونم و بر نمیگردم، چون من خودم دیدم کسایی رو که نوشتم من برمیگردم به کشور خودم و قراره اینجا کار بکنم، تو کشور خودم کار بکنم و اونا هم ویزا گرفتن. خب این باز بستگی به فاکتورهای متفاوتی داره. مثلا نمیدونم بستگی به اون زمینه کاری شما داره که خب به نظرم این یه فکر درستی میتونه باشه، ولی خب نمیشه 100% بهش اکتفا کرد. شما با توجه به اون چیزی که دارید اینجا میخونید و آینده کاری که میتونید اینجا در مقایسه با ایران داشته باشید میتونید به این سوال جواب بدید. و سوال آخری که توی فایل انگیزه‌نامه وجود داره اینه که آیا تا حالا آلمان بودید؟ دوست و آشنا یا خانواده‌ای توی آلمان دارید یا نه؟ بزرگترین اشتباه اینه که شما کسی رو توی آلمان داشته باشید، حالا دوست آشنا که هیچی، اما اگه فامیلی چیزی دارید اینجا به دروغ بنویسید که ندارید، مخصوصا اگر اونا پناهنده هستن و شما حالا میترسید از اینکه تاثیر منفی روی پروندهتون بذاره به دروغ بنویسید که نه ندارم، که خیلی ریسک بزرگیه. حتی از اینکه اگر کسی از خانواده‌تون اینجا پناهنده هستش هم خیلی ریسک بزرگتری هستش، چون به هر حال ممکنه متوجه بشن و وقتی که شما دارید دروغ میگید دیگه 100% ریجکت میشید اگر متوجه بشن. حالا من دقیق نمیدونم که میتونن این موضوع رو متوجه بشن یا نه، ولی به نظر من این ریسک رو نکنید خیلی بهتره. به صورت خلاصه یعنی جواب به این سوال آخر نمیتونه خیلی طولانی باشه. اینکه شما حالا تو آلمان بودید یا نه توضیح میدید. اگر بودید میگید بودید، مثلا فلان سال و فلان تاریخ اومده بودید، توریست بودید یا اومده بودید به کسی سر بزنید، و یا اگر کسی رو هم اینجا داشته باشه به صورت خلاصه میگید که مثلا من یک سری دوست دارم تو فلان شهرن یا یک سری دوست هایی دارم که در این شهر و این شهر و این شهر هستن، و اگر ندارید هم که خب ولی مشخصه و میگید نه کسی رو توی آلمان ندارید. امیدوارم که اطلاعات توی این ویدیو به دردتون خورده باشه و بتونید یک انگیزه‌نامه خیلی قوی بنویسید. اگر ویدیو براتون مفید بود ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید تا به آدم‌های بیشتری نشون داده بشه که به این ویدیو و اطلاعاتش نیاز دارن.
یه نکته که این آخر هم باید بگم اینه که انگیزه نامتون رو حتما خودتون بنویسید. سرچ کنید راجع به رشته‌تون، دانشگاهتون، شهرتون، راجع به همه اینا میتونید کلی اطلاعات توی اینترنت پیدا کنید که خیلی راحت میتونید انگیزه نامتون رو خودتون بنویسید و وقتی که شما برای نوشتن انگیزه نامتون خودتون وقت میذارید مطمئن باشید نتیجهش خیلی بهتر از اون چیزی میشه که پول بدید یک نفر دیگه برای شما بنویسه. ممنون میشم کانال من رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدافظ.